طبق نقشه‌چورابینی‌های ریاست فرهنگ ولایت ختلان با اشتراک مسئولان کتابخانه‌های شهر و ناحیه‌های منطقه بختر وابسته به جلب نمودن خوانندگان بهر اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکان آینه تاریخ ملت همایش آموزشی برگزار کرده شد. ضمن چورابینی دایر به پیشروی و کمبودی‌های ساحه سخن رفته تاکید کرده شد که بهر آماده نمودن داوطلبان آزمون‌های جمهوریوی از همه امکانات موجوده استفاده برده جهت دسترسی ادبیات ضروری کتابداران باید تمام تلاش خود را روانه ساخته خدمترسانی را در سطح بلند به راه مانند. مورد ذکر است که طی سالهای اخیر با دستگیری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و جلب شخصان سخاوتپیشه یک قسمت بیناهای به تعمیر نیاز داشته کتابخانه‌های مرکزی و دهاتی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از نوسازی گردیده بهر دسترسی ادبیات تازه نشر شرایط مساعد فراهم آورده شد. طبق اطلاع مسئولین شماره فوند عمومی کتاب در کتابخانه‌های شهر و ناحیه‌های منطقه بختر 1,485,309 نسخه را تشکیل داده دوستداران کتاب از آن به طور وسیع استفاده نموده به خاطر اشتراک در آزمون‌های پیش‌بینی شده همه‌جانبه تلاش می‌نمایند. مقصد از اشتراک در چنین سمینار آموزش‌ها تنها اجرای دستور و سپارش‌ها نبوده بلکه در سطح خوب و بلند تهیه و تشکیل نمودن آزمون‌های جمهوریوی در ناحیه و بلند برداشتن سطح ساحه کتابداری می باشد. ما را بار دیگر موظف می نماید که در کار خود استوار بوده برای تشکیل نمودن آزمون‌ها خوانندگان و داوطلبان را در سطح خوب آماده نموده پیشنهاد نماییم. در رفت این همایش ذکر شد که در سال 2022 از ولایت ختلان 3144 داوطلب در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کرده به گرفتن جایهای نمایان سرفراز گردیدند. با امر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که بخشیده به 115 سالگی اکادمیک باباجان غفورов آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت در سال 2023 برگزار می‌گردد الکای خوانندگان آمادگی دیده و مسئولان در این سمت تدبیرهای عملی می‌اندیشند. از راه اندازی گردیدن آزمون‌های جمهوریوی تعداد خوانندگان نسبت به دیگر سالها زیاد شده ایستاده است و ما کوشش می‌نماییم که کتاب‌های لازمه را برای آنها دسترس نماییم. به خاطر باز هم به کتاب و کتابداری رو آوردن جوانان تشکیل کتابخانه‌های سیار در همه شهر و ناحیه‌های ولایت به راه مانده شده است. سمندر شایف، اسکندر سعید، ناحیه وخش، اخبار.